زیارت و مسجد شاه دوشمشیره که در قلب شهر کابل موقعیت دارد، یکی از بناهای مهم و تاریخی در کشور ما به حساب می رود. این بنا نه تنها با فن معماری زیبای قدیمی معمار گردیده، بلکه به زیبایی و شکوهمندی شهر نیز افزوده است. این دو بنای تاریخی از شهرت خاص برخوردار بوده و تمامی مردم افغانستان با نام آن آشنایی دارند. در مورد تاریخش زیارت شاه دوشمشیره داستان‌ها و روایت زیاد وجود دارند که بعضاً این روایات در برخی موارد با هم متضاد نیز هستند، ولی آنچه که همه دانشمندان، محققین و تاریخدانان با آن متفقند این است که این مرقد یکی از سرلشکران عرب بوده که برای فتح کابلستان آمده بود و در همین جا به مرتبه شهادت رسیده. اکثریت روایات حاکی از این است که قرنها پیش وقت فاتحان عرب به سوی کابل پیشروی نمودند، پیروان سایر ادیان که در کابل ساکن بودند برای دفاع از عبادتخانه هایشان سرسختانه جنگیدند. در روایات تاریخی اسلام آمده است که در سال 34 تا 36 هجری شمسی، یعنی در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، برای اولین بار لشکر با سرلشکری عبدالرحمن به عزم جنگ با زنبیل شاه عازم هلمند می گردند و از آنجا حمله بر کابل را ترتیب می دهند. مأموریت فتح کابل نیز به یک از سرداران سپاه عرب به نام لیث بن قیس بن حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که حضرت عباس کاکای پیامبر بزرگوار بود داده می شود. روایت از آن است که لیث در حالی که در هر دو دست شمشیر دارد خیلی شجاعانه می رسمد و شمشیر می زند. در این جنگ هنگامی که فاتح عرب علیه مدافعین شهر می رزمند، سر او در یک قسمت از شهر که اکنون به نام شاه شهید یاد می شود از تنش به وسیله شمشیر یک از مدافعین شهر قطع می. گفتند حتی زمانی که سر این مبارز قد گردیده او همان طور می رزمد و با دو دست شمشیر می زند و در کنار دریای کابل خیلی از دشمنانش را از پا در می آورد. تا اینکه به منطقه که اکنون مرقدش قرار دارد یکی از سربازان متوجه او می گردد و فریاد می زند: او را ببینید، سرش بر تنش نیست ولی هنوز هم می جنگد. در همین اثنا سپهسالار دفعتاً بر زمین می افتد و جانش را به حق تسلیم می کند. مطابق با روایات فوق اکنون دو مقبره این بزرگوار وجود دارد که یکی آن در شاه شهید است که در آنجا سر این فاتح دفن است و مرقد دیگر آن در کنار دریای کابل در نزدیک مسجدی که اکنون به گرامی داشت از او به نام شاه دوشمشیر مسمی شده است قرار دارد که در آن تنه وی دفن است.
اکنون زیارت شاه دوشمشیره به زیارتگاه عام مبدل شده است که مردم برای دعا و زیارت به آنجا مراجعه می کنند. زیارت شاه دوشمشیره از لحاظ فرهنگی برای مردم افغانستان بسیار مهم بوده و یکی از جاهای تاریخی و فرهنگی افغانستان نیز به شمار می رود.